رحمانوف خودش چاپلوس، مدعی خان، تملق‌کار است. همین گونه آمد و به اینجا رسید. در اصل ما چیکار میکنیم؟ یا که نبود و یا که نستعین میگیم. اما در جامعه ما، بین ما و شما الله شاهد، ما اگر که قیاس کنیم که من امروز از جامعه تاجیکستان ذکر خداوند بسیار میبینم، میشنوم در مدیا، در تلویزیون دیگر که رحمانوف، من از رحمانوف زیاد میشنوم. من نمیبینم که مردم خداوند اینقدر یاد بکنن. حالا که باز میگم جامعه ما نمازخوان است، در یک روز 32 بار میگیم که یک نعبد و یک نستعین میگیم، اما دروغ میگیم. برای چی جامعه تاجیکستان امروز دارای چنین بیماری است؟ از راهبر خیلی چیز وابستگی میکنه. خیلی چیز. راهبر چگونه هست؟ همین گونه میخواهد که زیر دستاش ببیند، همین گونه میخواهد که جامعه را ببیند. رحمانوف امام علی شریفویچ طبیعتا خودش یک نفر چاپلوس است. با چاپلوسی آمد به اینجا رسید. یک نفر چاپلوس است و جامعه را همین گونه چاپلوس ساخته است. همین گونه چاپلوس ساخته است. رحمانوف یک نفری نیست که در سیاست قدم به قدم خودشون تعیینش کردن. این یک چیز در نیومد مقاومت کنه، یک جایی که بیا مقاومت کنه و غالب شه بره. نه، اینا آوردن تعیین کردن. برای چی تعیینش کردن؟ چون دستش پیشی بر اومد. من در اینجا براتون یک چیز بگم. یک نفر کتاب نویسون از جنگ‌های تاجیکستان و چچنیا. اون نفر هم در تاجیکستان شرکت کرده است، هم در چچنیا، در جنگ‌های دو جا شرکت کرده است. یک کتاب کلان نویسنده است و بعضن چیزهای همون سالهای خب بعضن همون مناقشه ها بگم جنگ‌های داخلی را میخواست بنویسه و از همونجا نفر راضی بود براش. میکوبه یک نفر مرا براش پیدا میکنه، میگن همین نفر قطعی پیوست کنیم، این میدونه اون چیزها را. بعضن چیزهای خوب که من در اونجا متاسفانه شرکت کرده بودیم، یک چند چیزها بود. بعد اون نفر همراه ما تماس گرفت، برای همون کتابش کمک خواست که گفت که خب برای ما هست که این اینفورماسیون را میتونیم از خودت، یعنی همون حادثه را برای ما گپ زنیم که تاریخ روزش کی بود، انیقش و چگونه چطور شد. و گفت که ما میتونیم که اسم ختم در کتاب چکنیم، اما من رد کردم. من نمیخوام که اسم یا که رسم در کتاب باشه، اما چیز تاریخ که هست، بله برای تاریخ شما که تاریخ می‌نویسین کمک میکنیم. و من براش نویسم سال 2006 یا 7 بود. من براش این چیزا رو خب نویساندم، کمکش کردم دادم. اون نفر کتابش نویسان و سال 2011 کتابش تمام کرد. کتاب کلام تمام کرد و یک از همون کتاب یک تا برای ما تحفه روان کرد از همون کتاب. و این نفرهایی بودن که از طرف ازبکستان جنگ تاجیکستان در داخل شدن، در اونجا نویساندن که چگونه داخل شده هستن. خب و این نفری هست که واقعا یک چیزی را نویسانده است، یک طرف نگاه نکرده است، هر دو طرفه همون چگونه که تاریخ است همون گونه نویسانده است. چون کتاب من خواندم، این خیلی یک طرفه بگیم تعریف کرده باشه، دیگر طرفه تنقید، نه، همه چیزها را واقعی نویسانده است. چون من از طرف دیگر هم چیزایی که میدونم نگاه کردم که برای درست نویسانده است، دیگر شاهد را پرسیدم برای چی من نقل دارم. در اونجا آمدن رحمانوف به سر قدرت نویسانده است که چگونه رحمانوف دست پیشی بر و طبق آش یکم بار پیش اینها میشود. این چیزا نویسانده است. این نفری که با چشمش میبینه همه این چیزا را، چگونه خب پت خلیبی میکنه رحمانوف. در اونجا سنگک سفرов چگونه میگه که ما نفر مناسب یافتیم برای که بگذاریمش سر قدرت. بچه گپگیر است، استفادهش میبریم. این گونه ما در یک از برآمدهام سنگک سفرov زاده دنقره گفتم، بله مشاهده شد. زیاد نفرها در کامنتاری ها در خدمت نویساندن که از دنقره نیست، اینفورماسیون خطا است. شاید اشتباه باشد و اشتباهی من در این است که وقتی که من گفتم سنگ سفرov از دنقره هست، ذکر نکردم که در بعضی جاها هم این گونه نوشته شده است. همین من ذکر نکردم. در همون کتاب هم آماده است که سنگک سفرov زاده دنقره هست
شاید پشتش اولاداش از اون دیگر جاها باشد، اما خودش همون زاده دنقره گفته است در اون کتاب. و در خود ویکی‌پدیا هم وقتی شما درباره سنگک سفرو بخونید در اونجا نویسنده است که زاده دنقره است سنگک سفرو، در ویکی‌پدیا که نویسنده است. اشتباه ما شاید در همین باشه که برای شما نگفته باشم که در بعضی جاها همین گونه آمارها هست. خب در همون کتاب نویسنده شده است که این نفر یک نفری تملق کار همین گونه به همین خاطر سنگک سفرو گرفت گذاشتش. منظورم چی است؟ رحمانوف خودش چاپلوس، مدعی خان، تملق کار است، همین گونه آمد و به اینجا رسید. و امروز به همین خاطر کوشش میکنه که از شاعر نویسنده تمام جامعه را بسازد و مثل ترکمنستان. خب امروز بعضی نفرها دعوا میکنن که تاجیکستان تنج است، آباد است. بیا اگر ما قیاس کنیم ترکمنستان از تاجیکستان تنج تر است. هیچ چیزی در اونجا نمیبینی. اینقدر تنج است که حتی پرنده نمیبینی، حتی در کوچه ها آدم نمیبینی. خب اینقدر تنج است. اگر هر یک تاجیکستانی را امروز بپرسی که رئیس جمهوری ترکمنستان چگونه انسان است، میگه که واقعا دیوانه است. کدام دیوانه است؟ اما در رئیس جمهوری تاجیکستان این گونه حرف نمیزنه. کل دادر کور میگن یا چخر میگن، اینا همون گونه هستن. رحمانوف با این نفر ترکمن هر اینا دیوانه هستن، دیوانه صفت هستن. اینها در دیگر جا پرواز دارن، در کدام فضای دیگر پرواز دارن. اینها جامعه را همین گونه ساختن مثل خودشان، یعنی که مردم باشه چی مدعی خان، خب همین گونه نفرای چاپلوس همین گونه باشه. آیا نفر چاپلوس تملق کار به سواد میشه؟ ما در سخنان میشنویم که حتی برادرای مبارز چون میگن تو به سوادی چاپلوس، اینطوری میگن. نه، نفرهای با علم هم میشوند چاپلوس. شاعر، نویسنده ها، دراماتورگ، اکتیار، وزیر، جزیر، اینها را بینن، اینها سواد دارن، یعنی چیز خوندن، چیز درک میکنن، اما چی هم؟ تملق کارن. اینها را کی میسازه؟ اینها را همین حکومت یک اپاراتی مجبور کننده است، مجبور میسازد. خب مجبور میسازد که باید جامعه همین گونه باشد تا که کرسی اینا حفظ کرده بشود و برای نسل های بعدی محبت خودشون در قلب اینا جا کنند. امروز در تاجیکستان ما میگیم که از 90% زیاد ما مسلمان هستیم. اگر ما در یک روز فقط 5 بار همون نماز بخونیم، دیگر علاوه چیزی نخونیم، فقط هم 5 بار اگر بخونیم، ما در یک روز 32 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم. یعنی که فقط تو را تعظیم میکنیم و از تو کمکی طلب کمک دارم. ما 32 بار فقط در یک روز همین چیز تکرار میکنیم، اما دروغ است تکرار کردگی ما. در اصل ما دیگر کار میکنیم. درست؟ در اصل ما چیکار میکنیم؟ یا که نبود و یا که نستعین میگیم. اما در جامعه ما، بین ما و شما الله شاهد، ما اگر که قیاس کنیم که من امروز از جامعه تاجیکستان ذکر خداوند بسیار میبینم، میشنوم در مدیا، در تلویزیون دیگر، که رحمانوف، من از رحمانوف زیاد میشنوم. من نمیبینم که مردم خداوند اینقدر یاد بکنن. حالا که باز میگم جامعه ما نمازخوان است، در یک روز 32 بار میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، اما دروغ میگیم. ما میشینیم میخزیم میگیم که چی؟ رحمانوف اساسگذار صلح و وحدت و غیره و غیره و کذا. همه چیز ما شکرانه رحمانوف، تشبث رحمانوف، زنده باد رحمانوف، همه چیزا یعنی ما به رحمانوف میگیم. سجده ما دروغ است. با اینقدر چاپلوسی که میکنیم خدا را اینقدر ذکر نمیکنیم. یک نفری را اینقدر بحث میکنیم، نمیدونم پدر مادر که چیزی میخونین، که این نفری که شما پدر میخونین بحث میکنین، پدر ملت میگه پدر پیسرش به قتل رسوندن. اگر همون کفتون پیسر یمی میگن شیمی پیسرش پایان کشیدن، شیمی پیسرش در جامعه جوانی پایان کشیدن، شیمی مرد شیمی پیسرش کشیدن، دخترش تجاوز کردن، دختر خودش تجاوز کردن، دختر دیگرش قتل کردن، در موسرکه پرتافتن در دون کشور خودش. اما زنک شگرف حرف نظر شما اینا پدر میگیرید به ناموسا، باز تملق کارش میکنید.
امروز وقتی که یک مبارز حرف میزنه بعد پیدا میشن از هر جا. نوارهای آخر هم میبینیم چند چیزه. مالی خوب بعضی از شما را مجبور میسازه، بعضی از شما خب خطون همین گونه هستیم. چیش برای من عجیب است. میگن که اولا که نفرهایی که یک زمانی که قدر داشته در نزد مردم یک دو میشنو حرمتون میکرد، امروز نبرورین خب دیگر همه خاموشیتون خوب است، خاموش بیسته. امروز دیگر اون زمان او پیش نیست. گفتن نمیشه فردا خب یک کسی دشنام میکنه، فردا یک جوانی 20 25 ساله یک شپلاق میزنه در رودبه گپ به معنی آبرو هیچ نمیشه. اقلا همون آبروی نیم کلایی که داشته نه وقت خاطری همون خب بشینه دیگر نبروید. امروز او زمان گذشت دیگر کتیفا را پهن کردن، دندانات نشان دادن، نمیدونم اینترنت گروبی گرفتن، اینو گذشت. نکنین این کارا، یا برا قدرتون پایان میبره.